گفتار 16 خارجی پرست. بلا زند همین زندگی را عجب تشویش‌های دارد. نمیدانم چه گناهی کرده بودم که پسرم به کسلی پیچیده به درمان. نه تن و توشش 4 کس میدیدگی چشم نرسد. اشتهایش سلامتیش نیز شکر کی بجا. لیکن چی میگوید که پسر من به درد خارجی پرستی مبتلا شد. نمیدانم از کجا این مرض لعنتی به او چسبیده ماند. یک پسر که هست نازش را میبردارم. به معاش ناچیزم نگاه نکرده هر چه که خواست خریده دادم. در این دنیا داراییم همین یک پسر. در یگان جا کار نمیکند. 2 سال پیش مکتب رو تمام کرده بود. خیر گفتم کمتر از حساب پدرش دور و دوران کند. بعد یگان گپ میشدگیست. لیکن این رو بینید که به کسلی خارجی پرستی دچار شده ماند پسرکم و آهسته آهسته از جوراب پایش تا کلاه سر همه افزارش را خارجی کرده گرفت. همش از همان ساعت لعنتی سر شد. هوسی به ساعت خارجی کرد پسرم. انا بعد خیش و تبارها را به کار دعوت کرده به دشواری 1 ساعت عالی جناب خریده باشم هم پی یافتن بند خارجی به آن 2 ماه تک و دو کردیم. همین طور به سرمان بلا خریدیم گوید. مایده مایده پسرم افزار خانه و جایگاهش را نیز پورا خارجی کرده گرفت. سیگار و شرابش نیز خارجی شد. سال پیش 2 پای را به یک موزه خارجی تقانده طلب کرد که در یک گوشه حولی برایش خانه خارجی سازیم. الها دولت خیش و تباران را زیاده گرداند. با مدد آنها این التماس او را نیز قانع کردیم. یک وقت بینم راهگردیش به گونه تغییر یافته است. بعدتر فهمم این طرز راهگردی خارجی ها بوده است. رفته رفته خارجی پرستی پسرم به دلم زد. طاقتم طاق شد و کیسه‌ام خراب. با خویش و اقربا مصلحت کرده به خلاصه آمدیم که علاج کرده او را عائله دار کنیم. تشویش های عائله داری خارجی پرستیش را از بینیش می برارند. گفتند خویشاوندان. چون به پسرم از این جهت گپ گشادم غیر چشم داشت. زود راضی شد ولی تاکید کرد که تنها زن خارجی میگیرد. بلا زند از کجا یابم زن خارجی را؟ از وفات زوجه جوانمرگم 7 سال گذشته باشد هم برای خود یک زن نیمکاره تهجوی یافته نمیتوانم و به این ارکتولفار از کجا خارجیش را یابم؟ دیگر و جگر دیه خیش و تباران باز مشکل کشا شدند. با مسئولیت آنها یک دختر سبزی نروی را از دهه همسایه یافته به والدینش وضعیت را فهمانده با التماس و التجا گپ را پزاندیم. به دختر سر و تن خارجی پوشاندیم و از یک زن هنرمند خواهش کردیم که در بند دستان او با سوزن و رنگ مد این ایندی نویسد. با التجای ما دختر هم راضی شد که در ایام کودکی از وطنش هندوستان او را به اینجا دزدیده آوردن والدین امروزش را به گردن گیرد. پس از ملاقات نخستین پسرم با آن دخترک زود توی برپا کردیم. گمان داشتم که اکنون اندکی آسوده می شوم دور پیری می رانم. لیکن از توی همگی 2-3 روز گذشته باشد هم من الکی از یک چیز خیلی در تشویشم. انا من نگفته پسرم فرزنددار می شود. لیکن آیا او کودکش را به فرزندی می پذیرد یا نه؟ آخر او همین جایی خواهد بود نه خارجی. سرم سخت و جانم در عذاب.